جناب آقای علی اکبر سید طاهری از دوستان بنده هستن و از خبرنگاران آزاد توی منطقه حضور داشتن. تصاویری رو از همین ساعت قبل از برنامه تصاویر واضح‌تر و دقیق‌تری رو از اون صحنه آتش سوزی این هلیکوپترها و هواپیماهای آمریکایی برای ما ارسال کردن. فیلم‌هایی هم بود اما خب چون فرصت کم بود ما امکان بررسی دقیقش رو نداشتیم، چون اینها نیاز به دقت کارشناسانه‌ای داره. این تصاویر رو اول ببینیم، از آقای اکبرخانی توضیحات رو بخوام. الان این چیزی که داریم می‌بینیم احتمالاً قطعه‌ای از یکی از اون هواگردها هستش و 4 تا نشان این چی میتونه باشه آقای اکبرخانی؟ ببین، یا گلوله خورده یا ترکش موشک ضد هوایی. ببینید این موشک‌های دوش پرتاب اصطلاحاً کل همه موشک‌های ضد هوایی یک فرایندی رو داره، یک حسگری رو داره. اگر که به هدف نتونه برخورد بکنه در نزدیکترین فاصله‌ای که میتونه محاسبه کنه، میتونه به این نزدیک بشه، منفجر میشه. اصطلاحاً سنسور مجاورتی داره. این سرجنگی‌هاش هم پر از ترکش هستش. ترکش مثل ساچمه مثلا، یعنی اون خرج انفجاری منفجر میشه، این ترکش‌ها رو پخش میکنه. این یا اونه یا گلوله خورده. ما این همکار بزرگوارمون آقای سیاح طاهری چون خبرنگار هستن دسترسی به صحنه داشتن. واقعیتش اینه که مخاطبینمون هم در جریان باشن. تصاویر حجمش خیلی زیاده که ایشون زحمت کشته تهیه کرده. دیر هم به دست ما رسید، ما دیگه خودتون میدونید نرسیدیم همه رو ببینیم، همه رو بررسی کنیم. اونقدری که دیدیم یکی از چیزا این بود. و ببینید این تصویر قبلیه سوختگی و اینها هم نداره، یعنی نمیشه اینو قطعه بله این هدف قرار گرفته، یعنی قطعا درگیری در اون لوکیشن، در اون منطقه‌ای که اینها فرود اومدن وجود داشته. این باز تضعیف کننده روایت آمریکایی است که ما هواگردامون نشست، از قضا 2 تاش در یک نقطه خراب شد، با سومی برگشتیم. نه، اونجا درگیری بوده و ظاهرا اینها گیر کردن اونجا. این تقویت میکنه اون همون روایتیه که یعنی ذیل اون روایت قرار میگیره. البته باز اینو دوباره تاکید کنیم، ما دیشبم نیما گفت میخوایم ما دوباره اون نکته اول شما اشاره کنیم، ما با یک عملیات پیچیده و لایه‌لایه روبرو هستیم. بله ببین، مثلا امروز کلی تحلیل اومد تو فضای فارسی خودمون از تحلیلگرایی که خیلی هاشون هم آدمای باسواد بسیار معتبری هستن. تحلیل بر این بود که آقا این حجم از نیرو و لوجستیکی که اومده برای نجات یک خلبان نبوده. اینها خواستن خلبان رو در واقع طعمه بکنن و برن یک لوکیشنی، یک نقطه‌ای در اون اطراف رو هدف قرار بدن.